دیداری با محوریت نزدیکی مسلمانان به یکدیگر و دوری از اختلاف و نزاع. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. دیدار حوالی ساعت 10:30 رسما آغاز شد. دیداری به وقت سالروز میلاد با سعادت نبی گرامی اسلام. رهبر انقلاب در این دیدار زیرساخت اصلی وحدت را تشکیل امت اسلامی دانستند و از آن به مهمترین درس نبوی یاد کردند. بزرگترین درس امروز ماست، باید به هم نزدیک بشیم. ما امروز نیازمند تشکیل امت اسلامی. اما عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری امت اسلامی از منظر رهبر انقلاب: دولت‌ها می‌توانند تأثیر بگذارن. البته انگیزه در دولت‌ها خیلی قوی نیست. اونایی که می‌توانند این انگیزه را قوی کنن خواص دنیای اسلام. رهبر انقلاب نتیجه شکل گیری امت اسلامی به عنوان یک واحد همجهت و همافزا را نمایان شدن قدرت درونی جامعه اسلامی عنوان کردند. قدرتی درونی که میتواند رژیم صهیونیستی را از بین ببرد. این قدرت درونی میتواند رژیم صهیونی رو، این قده سرطانی خبیث رو از قلب جامعه اسلامی یعنی فلسطین برداره و ازاله کنه و نفوذ و تسلط و دخالت زورگویانه آمریکا رو در این منطقه از بین ببره. میتوانیم. رهبر انقلاب یک نکته مهم را هم یادآور شدند: باید ابتدا وحدت را در درون کشور ایجاد کنیم تا بتوانیم ندای وحدت در دنیای اسلام سر دهیم. اگر ما میخواهیم پیام وحدت ما در دنیا صادقانه تلقی بشه، باید بین خودمون این اتحاد رو ایجاد کنیم. همین نکته را رئیس جمهور هم در صحبت‌های خود یادآور شد. ما اگر با هم وحدت داشته باشیم، ما اگر در مقابل دشمنان ید واحد بشیم، هم جامعه و کشور خودمون رو میتونیم آباد و آزاد کنیم، هم کشورهای مسلمان میتوانند با عزت در سرزمینی که زندگی میکنیم با همدیگه رابطه داشته باشن، با همدیگه اقتصادشون رو، فرهنگشون رو، داد ستدشون رو و امنیتشون رو حفظ بکنن و اجازه ندهند بیگانگان اینجا هر کاری دلشون خواست بکنن. در این دیدار میهمانانی از سراسر جهان اسلام حضور داشتند، از سفرا و نمایندگان کشورهای اسلامی در تهران تا میهمانان 38مین کنفرانس وحدت اسلامی. حدود 250 نفر از علما اهل سنت از داخل و خارج کشور حضور دارند در این جلسه. علمای شیعه و سنی که از اهمیت وحدت و ضرورت تشکیل امت واحده اسلامی گفتند. و اکبر مشکل هی الفرقه. بزرگترین مشکل جهان اسلام اختلاف است و هر ظلمی بر مسلمانان می رود به همین خاطر است. پس راهکار مقابله با این ظلم اتحاد و یکپارچگی و تشکیل امت اسلامی است. الذي قام بالرسول هو وحدة الامه. پیامبر اسلام بین همه مردم وحدت ایجاد کرد، حتی بین مسلمانان و غیر مسلمانان. الان چگونه است که مسلمانان نمیتوانند با هم وحدت داشته باشند؟ ما امروز خیلی مشکلات داریم. حل این مشکل هم نهفته هست تو وحدت امت اسلامی. نحن نعيش. این وظیفه علمای اسلام است که اهمیت وحدت را برای مردم تبیین کنند. وحدت و یک صدایی، آن هم در زمانی که حمایت از مردم غزه و مقابله با جنایات صهیونیست ها به نقطه اشتراک مسلمانان جهان تبدیل شده. امروز بیشتر از هر زمان دیگری مردم در غزه به کمک نیاز دارند و این موضوع میتواند دلیلی برای وحدت جهان اسلام باشد. انا اعتقد ان النصر هو وعد من الله سبحانه وتعالى. من معتقدم پیروزی نهایی به اذن خداوند است، اما بعد نصرت الهی آنچه باعث پیروزی است وحدت جهان اسلام و کمک برادران دینی به همدیگر است و امروز برای پیروزی در غزه راهی جز این نداریم. اونچه که انتظار میرد این که امت اسلامی، جوانها در هر جامعه‌ای که هستن، دولت‌های خودشون تحت فشار بگذارن برای قطع روابط
سیاسی و اقتصادی، حداقل تعلیق این روابط تا زمانی که این جنایت ها داره ادامه پیدا میکنه. آنچه از دیدار امروز فهمیده میشد یک نقطه اشتراک بود: نیاز به وحدت و ضرورت رسیدن به یک امت واحد. امیر شایانمهر، خبرگزاری صدا و سیما.